تغییر بارسلونا با نرخ ماندهی کابل شب گذشته بارسلونا با نتیجه 4-0 با اتلتیکو مادرید نتیجه را باخت و هفت خیلی عجیب هانیس فلیک در مقابل دیگو سیمونه، بازی که در مرحله یک چهارم نهایی کوپا دل ری اسپانیا برگزار گردیده بود در زمین خانگی اتلتیکو مادرید واقعا خیلی خوب بازی کردن و نتیجه خیلی خوبی را کسب کردن که بازی برگشت هم هفته بعد برگزار میگردد در ورزشگاه کمپ نو بارسلونا، در ورزشگاه خانگی بارسلونا که خیلی دشوار از بارسلونا بر بگرده و نتیجه را با نتیجه پرگل به پایان برسانه. تا خیلی سخت است که نتیجه 4-0 را پس برگردانند. و این گلی بود که انتونی گریزمان بازیکن فرانسوی اتلتیک مادرید به ثمر رساند، گل دوم. و این کولمان خرید جدید اتلتیک مادرید است که از آتالانتای ایتالیا این بازیکن سیاه‌پوست را به خدمت گرفت و این گل به زیبایی تمام که توسط گریزمان به ثمر رسید. دوستان عزیز، صفحه ما را فالو کنید، بهترین ویدیوهای ورزشی را برای شما نشر میکنیم و اینجا که چانسی که با بازیکنان بارسلونا مهیا شده بود و واقعا بازیکنان اتلتیک مادرید خیلی خوب بازی کردن و اینجا هم گل نمیشه. خیلی بازیکنان اتلتیک مادرید عالی بازی کردن و عملاتی که داشتن حتی میتونستن نتیجه را با نتیجه 7-0 یا 6-0 با پایان برسانن، اما خیلی فرصت ها از دستشان رفت. دروازه‌بان بارسلونا هم خیلی عالی دفاع کرد، اما واقعا سخت است وقتی که چانس نباشه و تیمی که خوب بازی نکنه طبعا که نتیجه نمیگیرد. و این گل هم که کولمان به ثمر رساند. کولمان در اتلانتا بسیار افت کرده بود و اصلا بازی کردن نمیتونست. حالا از زمانی که به اتلتیکو مادرید آمده، بازی که در مقابل رئال بیتیس هم داشت گل زنی کرد و در این بازی هم که گل به ثمر رساند. و این گل هم که آلوارز مهاجم آرژانتینی اتلتیکو مادرید که زیر نظر بارسلونا است و تابستان آینده بارسلونا برای خرید او اقدام میکند و این گلی که بارسلونا میزند اما آفساید گرفته میشه. دوستان عزیز، صفحه ما را فالو کنید، بهترین ویدیوها را برای شما نشر میکنیم. ما به خاطر چهره میارم در این تصویر دوستان عزیز که کپی رایت نگیره ویدیو. بخیر سلامت باشه و این گل هم که آفساید گرفته شد.